بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. عرض تسلیت ایام ماه سوگواری حضرت سیدالشهدا و یاران با وفاش. در خدمتتون هستیم در کانال پادکست گفتنی ها. امیدوارم که ما رو دنبال کنید، هم در یوتیوب، هم در اینستاگرام، هم در توییتر، که نکات و تکه برنامه ها رو در اینستاگرام و توییتر بارگذاری میکنیم و خب اصل برنامه ها هم در یوتیوب بارگذاری میشه در کانال پادکست گفتنی ها، که دوستان حتما براتون عرضم به خدمتتون که آدرس و لینک رو هم میگذارن. یه برنامه رو به مناسبت ماه محرم در تدارک بودیم، از مدت‌ها قبل یه مقداری عقب و جلو شد. به هر حال در نهایت تونستیم در خدمت استاد محترم آقای حیدری باشیم. موضوع برنامه و محتوایی که می‌خوایم توی این گفتگو انشالله بهش برسیم کتابی است که حجت الاسلام حیدری عضو هیئت علمیه حسینیه اندیشه به نگارش درآوردن سالیان گذشته با عنوان ساختارهای اجتماعی قاتل امام و برانداز نظام. یه سری مباحث یکم رویکرد تاریخی داره، هم یه نگاهی به مسائل روز و مسائل جاری کشور داره. حاج آقا خیلی خوش آمدید به پادکست گفتنی ها. سلام علیکم. علیکم السلام. متشکرم از دعوت شما. امیدوارم که یه گفتگوی خوبی داشته باشیم. خیلی ممنون. متشکرم. حاج آقا می‌خوایم برگردیم به اون بحث و ریشه‌های تاریخی اون مسئله‌ای که شما تو کتابتون بهش پرداختین. سال 61 هجری حضرت سیدالشهدا در کربلا به شهادت میرسند. نوه پیامبر بزرگوار اسلام، 61 سال از هجرت گذشته، یه 10-12 سال همون سالهایی که پیامبر در مکه بودند، یعنی از زمانی که پیامبر دین اسلام رو عرضه کردند تا زمانی که نوه بزرگوارشون به شهادت رسید، با اون وضعیت در صحرای کربلا که طبق همه زیارات و ادعیه‌ای که ما میخونیم مصیبتاً معظمه ها، یعنی بزرگترین مصیبتی که در کل دوران ها عقیده شیعه معتقده اون مصیبتیه که روز عاشورا در کربلا اتفاق افتاده. به خاطر اینکه بفهمیم این مصیبت چقدر سخت و هولناک بوده و بدونیم چه وضعیتی بوده، میخوام اینجوری بپرسم. سال 61 هجری دنیای اسلام، سرزمین های اسلامی، یه سمتش حجاز و عربستان و یمن بوده، یه سمتش ایران بوده تا شرق ایران، یک طرفش تا مصر و سوریه و شامات و تنوع قومی، تنوع نژادی. عرضم به خدمتتون که طایفه‌های مختلف، قبایل مختلف، با درگیریایی که اینا با هم داشتن طی سالیان از قبل از اسلام و حتی بعد از اسلام، زمان پیامبر، زمان خلفا، زمان امیرالمومنین. اما اینا یک دفعه همه به طور اعجاب انگیزی و به طور حیرت آوری در مسئله شهادت امام حسین سکوت کردند و هیچ صدای مخالفی در سال 61 بلند نشد. بعداً توابین بودن، بعداً مختار بوده، بعداً واقعی تف بوده، اونم خیلی محدود و مثلا در حد همون یه گروهی مثلا در کوفه یا مثلا در بعضی از قسمت عراق. ولی سکوتی که حاکم شد بعد از شهادت سیدالشهدا و اصلا سکوتی که منجر شد به شهادت سیدالشهدا، علتش چی میتونه باشه؟ بله، این تنوعی که اشاره کردید واقعا چجوری به وحدت میرسه خیلی مسئله مهمیه. یعنی تنوع جغرافیایی، قومی، فرهنگی، چون امام حسین علیه السلام در واقع با یه امپراتوری مواجهه. از سمت شرق تا هرات در واقع مرز امپراتوری اسلامی، از طرف غرب با امپراتوری روم شرقی و اینها رو تصرف کرده، در شمال قفقاز، در جنوب بحرین و عمان. یک همچین پهناوری و گستره‌ای با فرهنگ‌ها، روحیات، تمایلات مختلف، اینها همه سر این فاجعه بزرگ و جنایت عظیم به وحدت میرسن. این به نظرم یه ابزاری داره، یه ابزاری استفاده میشه که همچین همکاری، همفکری و همدلی اتفاق میفته و همه در واقع به وحدت میرسن. اونم همونطور که گفتید در حالی که 6 ماه هم حدوداً امام حسین علیه السلام داره اعلام خطر میکنه از انتهای رجب که معاویه میمیره و بعد یزید دستور میده که یا بیعت یا کشتن امام حسین. شعبان، رمضان، مبارک رمضان، بعد شوال
ذوالقعده، ذوالحجه و بعدم ابتدای محرم. بیش از 5 ماه حضرت داره میگه میخوان منو بکشن، میخوان منو بکشن، نوه پیامبر رو میخوان بکشن و این رو پخش میکنه در سراسر جهان اسلام. علاوه بر مسئله زمانی که همونطور که فرمودید 5-6 ماه بوده، یه جغرافیایی هم بوده. بله بله. از مدینه حرکت کردن، بله، اومدن مکه و بعد یعنی از عربستان و حجاز اومدن به سمت عراق و کوفه. یعنی شما فکر کنید یه کسی که بنیانگذار یه مکتبی هستش، بخوام به امروزی مثال بزنیم، فرض بکنید مثلا از مثال از جهات مختلف اشتباه نشه، فرض کنید مثلا حضرت امام اومدن جمهوری اسلامی راه انداختن، بعد به رحمت خدا رفتن فرزندشون آصد احمد آقا، فرض کنید که مثلا از پایتخت راه بیفته، آوارگی 5 ماه داشته باشه، اعلام کنه که منو میخوام بکشن. این خیلی یعنی امام حسین تمام تلاش خودش برای حادثه سازی و اینکه نشون بده چه خطر بزرگی هست انجام میده، ولی به طرز عجیبی همه وحدت دارن برای اینکه خب این اتفاق بیفته با تمام اختلافاتی که بینشون هست. اینکه یک جامعه با چند صد هزار و چند میلیون جمعیت با تفاوت‌های فکری، روحی و عملی همه به یه نقطه متمرکز بشن و به وحدت برسن، این بدون ابزار نمیشه. این فقط با دستور نیست، گرچه مرحله آخرش دستوره، ولی از ابزارهای مختلفی استفاده میشه تا از اون دستور عمل کنه. به عبارتی که بخوایم بگیم، هیچ وقت یزید نمیتونه بیاد بگه مردم من امروز به این نتیجه رسیدم بیایم امام حسین رو بکشیم، همه میگن باشه بریم. این مقدماتی داشته. بله، یه مقدماتی داشته که ما ازش به ساختارها تعبیر میکنیم. یعنی شما مثلا میخواد یه فرد عادی رو، یک نفر رو به یک کاری، به یه سمتی بکشونید، کلی باید زحمت بکشید. حالا این جامعه با این گستردگی و تنوع رو از نقطه الف بیارید رو نقطه ب، این بدون ابزار نمیشه. ابزارش ساختارهای اجتماعیه. امروز مثلا بهش میگن فرهنگ سازی، نمیدونم حالا تو موضوعات اجتماعی یا کاری میخوان بکنن، مثلا میگن مثلا اگه میخوای فلان کار تو جامعه نهادی نبشه باید کلی کار رسانه‌ای بکنی. حالا اون قسمت، حالا اون اتفاقا میشه ساختارهای فرهنگی. ما هم ساختارهای سیاسی داریم، هم ساختارهای فرهنگی داریم، هم ساختارهای اقتصادی داریم. همه اینها با هم جامعه رو به یه سمتی میکشونه. یعنی ساختارهای سیاسی میاد میگه قدرت دست کی باشه، او چجور توزیع بکنه و مصرف قدرت چطور باشه، چه قواعدی داشته باشه. سواد و علم و فرهنگ و اعتبارات فرهنگی چجور تولید بشه، چجور توزیع بشه، چجور مصرف بشه. ثروت چجوری تولید و توزیع مصرف بشه. اینها اون چیزی هست که حالا به اسم امروزی بهش میگیم ساختارها. وقتی که بنی امیه تونسته قدرت، علم و ثروت رو به یه سمت خاصی بکشونه، همه جامعه میبینن اعتبارات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اون طرفه، همه میرن اون طرف و خیلی طبیعی اون وقت میشه که 70 نفر فقط این ور وایسن، چون اینها از ابزارهاشون استفاده کردن و همه ابزارهای قدرت و امکانات زیست و مقدورات حیات رو و منزلت رو، اعتبار رو، جایگاه رو بردن به یه سمتی که امام حسین اون سمت نمیخواد بره و همه میگن خب زندگی و حیات و اعتبار و جایگاه و منزلت اون طرفه. بخوایم مثال بزنیم، شاید افراد تک تک مثل قطرات بارون باشن، خب ولی وقتی که با مهندسی میان تو شهرسازی مهندسی میکنن، از جویهای کوچیک در کوچه ها تا کانالهای بزرگ در خیابون ها، تا این آبها رو به یه سمتی ببرن که موجب سیل نشه بلکه ازش استفاده بشه، حتی توی در واقع حواشی شهرها استفاده کشاورزی ازش بشه. این چیکار میکنه؟ این قطره ها تک تکن، ولی جویها و بعد کانال ها و مهندسی شهری باعث میشه این آب به یه مسیر درستی به یه مسیر خاصی که مورد نظر مهندسین هست برسه. ساختارها این کارو میکنن، جهت‌دهی میکنن، آدم‌ها تک تکن ولی آدم‌ها رو توی کانالی میندازن به یه سمتی میبرن که خدا متعال توی آیت الکرسی هم بهش اشاره میکنه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این جابجا کردن الذین، یه جمعی جابجا کردن اینها، این بدون ابزار نمیشه که بیاد بگه آقا بریم این سمتی، نه، اون ساختارا رو به کار میگیره. آخرش وقتی که همه ی حرکت روانی به یه سمت پیدا کردن، دستوره سر جاش میشینه. یعنی شما میفرمایید سال 60 که این اتفاق افتاد و یزید اون دستور رو داد، امام حسین هم 5 ماه 6 ماه تلاش کرد به لحاظ زمانی و بعدش هم اون جغرافیایی که از مکه و مدینه حرکت کردند
این اون دستوری که اونجا به جامعه نشسته و موجب این سکوت شده و موجب این تمکین کل جامعه و کل قبایل و اینا شده، این یه ساختاری داشته. بله، این نتیجه اون ساختارهایی که چیدن رو اینجا گرفتن. البته تعبیر شما رو هم یه تکمیل میکنم، سکوت نیست، فعالیت شدید به اون سمته. این سکوت هست، سکوت نسبت به امام حسین، نسبت به جنایت، و فعالیت شدید و همراهی نسبت به این سمت. یعنی اصلا این تصوری که شما میفرمایید که الان مثلا ممکنه توی اذهان بخشی از مردم و حتی متدینین باشه که چی؟ که آقا یه بنی امیه‌ای بود، اومدن امام حسین رو کشتند و جامعه اسلامی سکوت کرد. شما میگید سکوته نبوده، یعنی همه فعالیت به نفع بنی امیه بوده و در راستای همراهی با بله، یه جمعی بودن که سکوت کردن ولی میگم جامعه با سکوت که نمیتونه حرکت‌های بزرگ بکنه، که حرکت بزرگی مثل کشتن امام حسین که اذیت جنایت بزرگه، این که با سکوت خالی خالی نمیشه. یه عده باید پیش قراول باشن، یه عده باید همراه باشن، یه عده باید حمایت کنن، پشتیبانی کنن، زبانی، عملی، همه اینا باشه. ولی یه عده‌ام اونجا سکوت میکنن. ولی حرکت‌های بزرگ حتما با فعالیت شدید، هماهنگی اجتماعی. لذا شما تو زیارت اربعین هم میخونید قد توازر علیه، با هم همکاری کردن، وزر، وزیر، همکاری، کمک، هماهنگی بوده که بعد امام حسین به شهادت رسیده. خب اون چیزی که دوستانی که میشنون و میبینن برنامه رو به ذهنشون میاد، این ساختار سازیه، یه مثلا به قول معروف یه ریویوی بکنیم، یه برگردیم. یزید ملعون بوده در زمان امام حسین، قبلش معاویه بوده. معاویه منسوب یکی از خلفاست در قسمت شامات که بعد از خلیفه سوم روبرو امیرالمومنین میسته و خب جنگایی که میشه و بعد ماجرای صلح امام حسن و اینا. برمیگردیم میبینیم یعنی این مسیری که، یعنی این ساختاری که منجر شده به قیام سید الشهدا در مقابل یزید و اون جنایتی که یزید علیه امام حسین مرتکب شده، این برمیگرده به ماجرای شهادت یا رحلت پیامبر و اون اجتماعی که در سقیفه اتفاق افتاد و حتی قبل از اون. یعنی شما میفرمایید اون جبهه کفر و نفاق یک ساختارهایی دارد. بله. خب پس فکر میکنم باید برگردیم یه مقداری از قبل از اسلام. بله، ساختارهایی داشته که پیامبر اونها رو به هم ریخته و بعد از پیامبر موفق شدن اون ساختار رو دوباره برگردونن. خب این نیازمند توضیح هست. بله. عرض به خدمتتون که شاید یه نمونه‌ای که خوب باشه این ساختارها رو نشون بده، حالا مثلا تو ساختارهای سیاسی که تولید و قدرت و توزیع قدرت چجور اتفاق می افتاده در اون زمان حتما ساختارهای اون موقع خیلی نسبت به ساختارهای الانی بسیط و ساده هستن در مقایسه با الان، وگرنه در زمان خودشون همون وحدت اجتماعی و همدلی و همفکری رو ایجاد میکردن، ولی این در مقایسه با الان بسیطن. ولی این دلیل نمیشه که اون موقع ساختار نبوده و فقط صرف دستور و فرمان بوده. ما اگه اون موقع رو خوب توضیح بدیم و ساختارا رو بهش نشون بدیم، اون وقت امروز هم میتونیم از عاشورا درس بگیریم. امروز چون بعضیا فکر میکنن میگن یه مثلا جامعه ساده بوده، یه اتفاقی افتاده و امروز برای درس گرفتن ازش و تطبیق در وظایف امروزش نمیتونیم کاری انجام بدیم چون امروز خیلی پیچیده است. خب نه، خب برادرم اون طرفو ساده توضیح نده، انقدر بسیط اون طرفو توضیح نده. اون طرف هم پیچیدگی هایی داشته در زمان خودش که یه پیچیدگی طولانی مدت هم هست. شما عرضم به خدمتتون، شاید حالا با این آیه قرآن شروع کنم خوبه. خدای متعال میخواد عظمت روز قیامت نشون بده. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. آدم از مادر و پدر و همسر و بچه‌اش فرار میکنه، کنار اینها چی میذاره؟ شما چقدر نزدیکید به پدر، مادر، همسر، بچه و فصیلت التی تؤویه، اون عشیره و قبیله‌ای که بهش پناه میده. پناه انسان‌ها از نظر سیاسی قبیله بوده، عشیره بوده، خون و خاندان بوده، نسل و نژاد و نطفه بوده. هویت سیاسی انسان رو، هویت عملکرد و آزادی و اختیار و دامنه نفوذ رو قبیله و عشیره و خون و خاندان و نسل و نطفه رقم میزده اون موقع که به صورت مادی این کار انجام میداده. خب خانواده و پیوند خانوادگی چیز مهمیه، ما نمیخوایم این کارش بکنیم، ولی وقتی به صورت مادی
بر اساس محوریت هوا و هوس رئیس قبیله و رئیس خاندان رقم بخوره، یک اخلاق، یک ساختار سیاسی فاسد و مادی رو درست میکنه که امیرالمومنین در طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، نام خطبه قاصعه، خطبه کوبنده، خطبه کمرشکن، تمام حملش به اینه: الله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه. مواظب باشید شما رو به خدا نسبت به این تکبری که نسبت به نسل و نژاد در جاهلیت بوده. التی خدع بها الامم الماضیه، اونی که همه امت‌های گذشته با این فریب شیطان رو خوردن. ما همیشه میگیم شیطان فریب داد و هیچ چیز ملموس عینی نمیگیم. شیطان فریبش داد، مثلا اومد در گوشش ابزارهای فریب شیطان نمیگیم، فقط فکر می‌کنیم وسوسه توی نفس، فقط اون هستا، ولی ابزارش اجتماعی هم هستش. امیرالمومنین فرمود که این امت‌های ماضی با این فریب شیطان رو خوردن. امرا تتابعت القرون، قرن‌ها و زمان‌ها پشت سر هم همینجوری اومده جلو. که چیکار می‌کردن؟ قدرت سیاسی بر اساس یه نسل و نژادی بوده که حالا واحد کوچیکش قبیله بوده، یه همت کمی داشته، مثلا یه سرزمین کوچیکی رو می‌گرفته، اونی که قبایل مختلف رو می‌زده، له می‌کرده و سرزمیناشو بزرگتر می‌کرده، دیگه می‌شد سلطان، می‌شد پادشاه، که بعد والی داشته و والیان بعد زیر دستان رؤسای قبایل داشته. این قدرت سیاسی رو رقم میزده، قدرت سیاسی رو رقم میزده و هر کسی نزدیکتر بوده به این صاحب نطفه و صاحب نژاد و نسل و خاندان این قدرت میگرفته. و هر کسی هم اون وقت امکان زندگی، حیات، امکان ازدواج، امکان مسکن به تبعیتش رئیس قبیله برمیگشته. اگر گوش نمی‌کرده بیچاره‌اش می‌کردن، حداقلش می‌بود که از قبیله اخراجش می‌کردن. از قبیله که اخراجش می‌کردن، تو جامعه قبیله محور، قبیله بغلی راش نمی‌داد، میگفت هم نسل و هم نژاد و هم نطفت بیرونت کرده، من راد بدم. این منزوی میشد از زندگی اجتماعی، یا میمرده یا به شدت منزوی میشده، بدبخت میشده. لذا خدای متعال تو قرآن هم میگه لنخرجنکم من ارضنا ولا تعودن فی ملتنا، حرف از کفار نقل میکنه، میگه یا برمیگردید به دین ما یا از زمینمون اخراجتون میکنیم. از زمین اخراجتون میکنیم. ممکنه الان بگید خب میریم کشور بغلی، اصلا مهاجرت کلی با کلاس. نه، تو زندگی قبیله محور هم نسلت که بیرون کرد، قبیله بغلی شما راه نمیده و کارت تمومه. این در واحد بزرگش میشده سلطنت ها که بعد واسه چند نسل بعدشون سلطنت رو تضمین میکردن. میشده امپراتوری ایران، امپراتوری ساسانی، میشده امپراتوری روم. ابرقدرت درست میشده از این واحدهای کوچیکی قبیله که اون قوی ترین قبیله میومده چیکار میکرده؟ میومده بر بقیه قبیله. خب این ساختارا توی قریش اون موقع یا توی مکه اون موقع مثلا اصلی ترین و قوی ترین قبیله قریش بوده دیگه. بله، قریش قوی ترین قبیله بوده که بر همه قبیله های پراکنده خونریز وحشی عربی بیابانگرد مسلط شده بوده، یعنی از بقیه قوی تر بوده. خب پیامبر از دل قبیله قریش اومد و در مقابل، یعنی تمام داشته پیامبر هویت سیاسیش مثل بقیه افرادی که تو اون جامعه زندگی می‌کردن قبیله‌اش بود و حضرت جلوی اینا وایساد. ابو سفیان رئیس بت پرستی، ابو جهل رئیس بت پرستی. حضرت میخواد مردم از بت پرستی نجات بده، تمام دارایی سیاسی و هویت سیاسیش باید بزنه زیرش، چون اینا بزرگترین در واقع کسانی هستن که بت پرستی رو برای منافع خودشون ترویج میکنن. حضرت لذا حضرت سجاد چقدر قشنگ توصیف میکنه پیامبر رو در اون اوایل سیف سجادی که یکی از دعاهاشون صلوات بر پیامبر اکرمه، میفرماد که بله قرب الاقصین علی استجابت املک، اونایی که ازش دور بودن و به خودش نزدیک کرد پیامبر، چون استجابتش کردن و اجابتش کردن. و بله ابعد الاقربین علی جهودهم، نزدیک به این تعابیر اگه درست یادم باشه، اون نزدیکان رو از خودش دور کرد چون انکار میکردن. یعنی اومد فضای قبیله محور رو در حجاز شکست پیامبر، چون میدید که اهواء رؤسای قبایل که در قریش به تجلی و ظهور رسیده، این بزرگترین مانع برای اینکه مردم بتونن یه در واقع به سمت توحید حرکت کنن، از اون فضای یخرجون من النور الی الظلمات رها بشن. این یخرجون من النور الی الظلمات یه فضای اجتماعی، یه اتمسفر، یه محیط، یه جو که مردم میگن اینطوری میشه زندگی کرد و طور دیگه ای نمیشه. پیامبر برای اینکه اینو بشکنه باید جلوی این فضا بیسته و جلوی قوی ترین قبیله عرب که تمام داراییش هم هست بیسته. لذا وقتی که پیامبر حرکتش آغاز کرد، رفتن شکایت کنن به حضرت ابوطالب، گفتن که فرق جماعتنا، جامعه ما رو به هم ریخته.
اینطوری نیست که پیامبر بیاد یه استادیومی باشه مردم نشسته باشن بگه خب مردم من میخوام به شما بگم که یکی از احتمالات اینه که چند خدایی باشه، یه احتمال اینه که یکی خدا باشه، بیاد با هم بررسیش بکنیم از نظر نظری واسه تو استدلال کنم. نه، این مردم با یه حکامی و با یه ساختاری دارن زندگی میکنن و میگن قدرت و زندگی و اینا دست اوناست و ما هم باید بریم. اولین قدم اینه که آقا بگه نه، قدرت دیگه هم هست، فضای دیگه هم هست، اینو با شکستن اون قدرت موجود باید انجام بده. لذا همه صداشون در میمده در مقابل پیامبرا. چرا پیامبرا دشمن داشتن؟ این طبق تعریف شما اولین کاری که کردند در کنار دعوت به پرستیدن خداوند متعال، همون اول کار روبروی اون ساختارهای اجتماعی حاکم ایستادن. بله بله. لذا میگفت که این بنده‌ای که زیر دست منه، تو میخوای بگی تعبیر امروزی شهروند عادیه؟ پیامبر میگفت همه با اسلام اکرام و احترام پیدا میکنن، شخصیت پیدا میکنن، اینو میاری بالا کنار من قرار میدی؟ من که سالها این تمام خودش و مایملکش اینا ملک من بوده، این که نمیشه که. داری نظم اجتماعی رو به هم میریزی. خب ولی پیامبر هم در اون ماجرای پیمان عقبه اگر درست اشاره بکنم که در ایام اون حجی بوده که زمان بعثت اتفاق میافتاده، خب اونجا در اون دامنه کوه عقبه اومدن با سران اوس و خزرج از اهالی یثرب. سال قبلش یه دیدار مختصری بوده، 7-8 نفره بودن مثلا. دوباره به خاطر اون استبداد و خفقانی که حاکم بوده 1 سال صبر کردن، یعنی خودشون نتونستن برن. 1 سال صبر کردن، دوباره ایام حج رسیده با یه تعداد بیشتری و بعدم که ماجرای هجرت اتفاق میفته. میشه گفت پیغمبر ساختارها رو به هم زدن، یا میشه گفت پیغمبر در دل همون ساختارها ساختارسازی کردن. چون از قریش و از تیرهای مختلف قریش، بنی هاشم، بنی امیه، نمیدونم بنی مروان، حالا چیزایی که بودن، از اونجا اومده تو دل اوس و خزرج. بله بله. یعنی نگاه کنید حضرت پیامبر اکرم محوریت قبیله رو در تعیین حق و باطل و موضع گیری به هم زده، نه اینکه پیوند خانواده رو بگه تعطیل بکنید. حتی ازش استفاده کرد. بله استفاده کرده. اوس و خزرج دعوای همیشگی داشتن، هیچ کس نمیاد براشون حل بکنه. از اون طرف پیامبر قدرت قریش رو به چالش کشیده، کارآمدیش معلوم شده. اینها میبینن که قریش نمیان مسائلشون رو حل کنن، نیازمندیشون رو حل کنن، میان به پیامبر پناه میبرن. پیامبر برای در واقع از این فضای قبیله‌ای که در مدینه هست استفاده میکنه. بعد میگه چی؟ با شما پیمان میدم به شرط اینکه از حالا به تعبیر من از نهضت من دفاع بکنید، همونطوری که از خانواده‌تون دفاع میکنید. یعنی داره محور حق و باطل رو از رئیس قبیله و خون خزرج و خون اوس و اینا در میاره سر چی؟ سر اینکه من میخوام توحید رو راه بندازم در دنیا. این هم که میگم در دنیا در واقع یه مبالغه نیست. وقتی حضرت این پیمان ازشون میگیره، یکی اونجا عباس ابن نزله همچی اسمی اگر اشتباه نکنم پا میشه میگه میدونید داری چه پیمانی می‌بندید؟ انما تقدمون علی حرب ملوک دنیا. این پیمانی که می‌بندید دانه اقدام بر جنگ با پادشاهان عالم، ابرقدرت‌های جهان، حرب الاحمر و الابیض، حرب رومی‌ها، جنگ با رومی‌ها و جنگ با ایرانی‌ها، جنگ با ساسانی‌ها. این میفهمه کار داره، چه کاری داره انجام میشه. معنای قدرت رو کسی که درک بکنه میفهمه که داره قدرت رو به هم میریزه و یه نظم جدید درست میکنه. اصلا شما تو آیات قرآن هم که نگاه بکنید، یک گروهی که دائما موضع گیری میکنن در مقابل انبیا ملأ هستن. ملأ از نظر لفظی اونایی که عظمتشون و قدرتشون چشم رو پر میکنه. اینا اول صداشون در میاد، چون انبیا میبینن که ساختارها و نظم اجتماعی بر ضد کاری که میخوان انجام بدن، لذا میان موضع میگیرن، قدرت رو به چالش میکشن، ملأ صداشون در میاد. من طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلهتکم. وقتی که انبیا اومدن به تعبیر قرآن ملأ را افتادن، اومدن به مردم گفتن بیایید سر خدایانتون صبر کنید، مقاومت کنید و جلوی اینا رو بگیرید. پس در واقع ما یک فرهنگ سیاسی قبیله محور داریم که اوجش و پیشرفتش و با کلاسش در امپراتوری ساسانی و روم هست، اما به صورت پراکنده بدوی و غیر متمرکز و سطح پایین و درجه 3 در حجاز هست. حجاز جایی که انقدر از نظر مادی و پیشرفت زندگی سطح پایینه که امپراتوری ایران روم هیچ وقت علیرغم همه جنگ‌هاشون اینجا جنگ نکردن.
سر این با هم دعوا نکردن. علاقه به تسخیر و اضافه کردن به قلمرو نمیارزه. یه چیز در حد چاد و سومالی و جیبوتی، گفت جیبوتی کجایی جیبوتی. اینطوری بودن اینا اینطوری بودن. ولی اون فرهنگ قبیله محور در سطح بی کلاسش و سطح پایینش داشتن. خب آقا پیامبر اومدن، عرضم به خدمتتون که از مکه هجرت کردن به مدینه، از اون ساختار اجتماعی سیاسی و نظم حاکم بر قریش و مکه خارج شدن. مردم مدینه رو عرضم به خدمتتون که دعوت کردن به دین اسلام. بعد اومدن یه کار دیگه کردن، مثلا اون بحث پیمان اخوت یا برادری که هر کدوم از مهاجرینی که اومدن اونجا با یکی از انصار نمیدونم پیمان برادری بستن، رفتن وارد خانه و کاشانه اونا شدن، طبیعتا از هم دیگه دختر گرفتن، با هم دیگه ازدواج کردن، نمیدونم یه نوعی دیگه از جامعه تو مدینه در حال شکل گیریه و پیامبر اون جامعه رو میسازه. خب اما این مراحل ساخت جامعه مثل این که دوباره با رحلت پیامبر یا شهادت پیامبر متوقف میشه. بله، با رحلت پیامبر و شهادت پیامبر متوقف میشه، اما این به معنی نیست که سقیفه یهویی اتفاق افتاد. در زمان خود پیامبر شروع میکنن کار کردن برای اینکه در واقع فضا رو پس بگیرن. کسی که جامعه شناس باشه میدونه پیامبر ساختارا رو به هم ریخته و اگه دنبال قدرت باشه و نخواد راه پیامبر رو بره، به کسانی که اهل ساختار قبلی هستن هی نشونه میده و علامت میده و چراغ میزنه که اگر با من باشید من احترامات شما و جایگاه شما رو بهتون برمیگردونم. نفاق اینجا شکل میگیره. نفاق یه معنای پیچیده است. نفاق نیست که خب مثلا میرفته جلو پیامبر اینطوری میکرده بعد میرفت اون پشت سر حرف میزد. این کارا رو میکردن، ولی نه، اینا جامعه شناس بودن. میدونستن پیامبر نظم جاهلی قبیلگی عرب رو شکسته و میدونستن اگر رؤسای قبایلی که اون آلاف و علوف و تالاپ و طلوپشون به هم خورده یه آلارمی و یه چراغی نشون بدن که ما با شما کار میکنیم، اینا دوباره دورشون جمع میشن. لذا سقیفه اصلا از نظر لفظی جایی بوده که محل مسقفی بوده که محل تصمیم گیری قبایل جاهلی درباره مدینه بوده. اصلا میخواستن قبایل تصمیم گیری کنن، بزرگان قبیله میخواستن تصمیم کنن درباره سرنوشت مدینه قبل از اومدن پیامبر در دوران جاهلیت، میرفتن سقیفه بنی ساعده. اینو دوباره زنده میکنن. یه روایتی از امام باقر علیه السلام میگه که اصلا حتی وقتی که رفتن اونجا جمع شدن رجزهای جاهلیت شروع کردن خوندن تو همون ماجرای سقیفه. بله. خب اینا فکر میکنم حالا دوستانی که بحث رو دنبال بکنن به مرور، نمیدونم چند جلسه میشه این گفتگویی که در خدمت آقای حیدری هستیم، اما فکر میکنم کم کم با این مفهوم دارن روبرو میشن که ما اون چی که از تاریخ صدر اسلام و تاریخ تشیع ارزم به خدمتتون که میدانیم همه گره خورده با اسامیه. درسته شخصیت ها. خب در پس این شخصیت ما نمیدونیم که چه مثلا قبیله ای، نمیدونم چه جریانی و به قول شما چه ساختاری داره اونجا نقش آفرینی میکنه و داره بسترسازی میکنه. خب ما الان به خاطر این که برای مخاطبمون که به لطف میکنه ما رو میبینه و همینجام در میانه بحث میخوام که دنبال بکنن، سابسکرایب بکنن، به دوستانشون معرفی بکنن، مخاطبمون آشناییش و ذهنیتش در تاریخ با اسامی شخصیت‌های معروفه. خب ما اگر بخوایم این ساختار رو خوب توضیح بدیم ناچاریم از اسپردن از این شخصیت‌ها. خب مثلا شخصیت‌های معروف در ارزم به خدمتتون که سقیفه که منجر شدن به این تصمیم گیری. خب پیامبرم اومدن یه کارایی بکنن دیگه، اومدن سپاه اسامه رو شکل دادن، گفتن همه تقریبا میشه گفت شیوخ و رؤسای قبایل رو می‌خواستن بفرستن برند. بله. که مردم به اون چیزی که ازشون بیعت گرفته بود در ماجرای قدیر راجع به ولایت امیرالمومنین، خلافت امیرالمومنین، مردم به اون سو برن. اما اینا ایستادن جلوی پیامبر. حالا اینا هر کدوم که تیره قبیلگی و به اصطلاح ساختاری دارن اینو باید با اسم بگید تا جواب روشن. بله. این نکته شخصیت که گفتید خیلی خوبه. ما یه نگاه شخصیت محور داریم، در حالی که این شخصیت توی جایگاهی نشسته که میتونه این کارا رو بکنه. توی جایگاه و یک منزلت اجتماعی قرار داره که میتونه این کارا رو بکنه و همچین رفتاری ازش بر بیاد، یه جمعیت رو جابجا بکنه
حرکتشون تغییر بده. این معنای ساختار همینه که این یک جایگاهی داره که توی این نظام قبیلگی میتونه حرکتی بکنه. و مثلا این روایت رو اشاره بکنم، توی روایت هستش که وقتی که پیامبر اکرم به شهادت رسید، اهل بیت احساس کردن که طولانی ترین شب عالم رو دارن. احساس کردن نه آسمان بالا سرشون نه زمین زیر پاشون. این روایت داری؟ بله تعبیر در کافی شریفه. لا سماء تظلهم ولا ارض تقلهم. شما نکنید امکانات تکوینی، زمین زیر پا، آسمان بالا سر. میگه که آدم احساس میکنه حداقل های زندگی رو هم نداره وقتی که پیامبر از دنیا رفتن. چرا؟ خود روایت میگه لأن رسول الله و تر الاقربین والابعدین فی الله. چون پیامبر اکرم در راه خدا و در راه نهضت توحیدی خون به گردن گرفت از نزدیکان و دوران، از همه قبایل. در نظام قبیلگی که یه نفر ازت کشته بشه تا آخر عمر با دشمن تا ازت انتقام بگیره، پیامبر 30 تا جنگ کرد در 10 سال. اونا البته خودش شروع نکرد، اونا احساس کردن یه قدرت جدید داره شکل میگیره، حمله میکردن و میگفتن که قریش داره میاد، به قریش که در بیفته یعنی باید از همه خون بگردن بگیره، نمیجنگه که. ولی یه امیرالمومنین داشت از همه خون بگردن میگرفت، چهره نظامی و امنیتی نهضت نبویه، حاضر میشه از همه خون بگردن بگیره. این یعنی چی؟ یعنی داره نظم ما رو به هم میریزی بر محور توحید، بیاد بشینه بالای سر رئیس قبیله و قبیله. اینو از اینا خون به گردن گرفته. احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن، این معناش فرهنگ قبیله محوره که نظم ما رو به هم ریختی، در این راه خون ما رو هم ریختی و ما یه کسایی رو پیدا کردیم که در جامعه شما با ما کار میکنن، ما دور اونا جمع میشیم پدرتون رو در میاریم. اینی که با ما کار میکنن، خب عرضم به خدمتتون که یعنی اون جنگی که عرضم به خدمتتون که طراحی کردن به خاطر اینکه نبوت و رسالت پیامبر رو در نطفه خفه بکنن. یعنی میخوام ببینم این دانسته بوده یا الان داریم ما تحلیل میکنیم که مثلا آقا من میخوام برم به جنگ پیامبر، میخوام برم مدینه رو فتح کنم، مثلا در جنگ احزاب. بله. خب میخوام برم مدینه رو فتح کنم، پیغمبرم شکست بدم، پیغمبرم بکشم، دین اسلام هم همون موقع صلواتشو بفرستیم بره. خب ابتدا به ساکن به ذهن آدم میرسه دیگه میخوام بریم یه نفر شکست بدیم. اما اینی که بعدن این جنگ منجر به میشه که او از ما آدم بکشه، نمیدونم خون به گردنش بیفته و همه رو دشمن خودش بکنه، این تحلیل ثانویه است دیگه. نه نگاه کن، کفار که می‌خواستن پیامبر رو ببرن چون یه قدرت جدید، میگفت آقا چرا دست تو بازار زیاد بشه. خب قریش میگه من رئیس شبه جزیرم، چرا یکی دیگه بیاد. اونا که می‌خواستن ببرن. اما منافقین، اصلا سر منافقین بود، منافقین می‌دیدن اینجا داره نظم قبیلگی و نظم اجتماعی به هم میریزه، اصلا به اون طرف نمیخوره. بله واسه منافقین میگن داره نظم اجتماعی به هم میخوره و یه نظم جدید درست میشه و مردم هنوز به اون نظم قبلی عادت دارن و اون نظم قبلی اگه طبق تواریخ انبیا 7000 سال بوده قبل از بعثت پیامبر اکرم. اگه 7000 سال بشریت زندگی می‌کرده، 7000 سال بشریت به این عادت داشته. پیامبر اکرم در 23 سال اینو به هم ریخته. ببینید چه فشاری رو پیامبر تحمل کرده، چه معجزه‌ای از معجزات پیامبر همینه که یک فرهنگ سیاسی 7000 ساله رو تو 23 سال ضربه زد بهش. و اینا میگن ما تکیه میکنیم، منافقین میگن ما تکیه میکنیم اون کسانی که عادت به این فرهنگ دارن و قدرت ها دستشون بوده و الان ازشون سلب شده، اگر ما به اینا همکاری کنیم و چراغ بدیم، اینا میان دور ما جمع میشن بعد از پیامبر که بنیان گذاره و نمیشه کاریش کرد. بعدش که میاد دست ما، اینا به ما امید دارن، میان دور ما جمع میشن. نفاق کارش اینه دیگه. البته که زمان داشت طول میکشید، توسعهشون سعی کردن پیامبرم به شهادت برسونن، در برگشت از غزوه تبوک و اینا، این عجله هم داشتن دیگه. ولی مسئله لذا تو روایات شما میبینید زیاد این تعبیر هست، حدیثو عهد بالجاهلیه، مردم قریب العهد به جاهلیت هستن، جاهلیت تازه دم دستشون بوده. این یه معنی جامعه شناختی داره آقای نصر. کسی بشه مظهر روابط قبلی که بهش عادت کردن، بگه من اینو واسهتون نگه می‌دارم، احترام رؤسای قبایل رو برمیگردونم، چرا دورش جمع نشن؟ و همزمان کاری بکنه برای امیرالمومنین، بگه این مظهر ضربه زدن به شماست، احقاد بدیه خیبریه و هنینیه، اینها رو هی شعله‌ور بکنه، بگه این شما رو کشتا، این پدر شما رو در آورد، این احترامات و جایگاه و اعتبار شما رو ازتون گرفتا، من با این نیستم، این بیچارهتون میکنه اگه بیادا. خب یه نکته است خیلی
این یه سوال ایجاد میکنه تو ذهن. همین اشاره کردید که به حضرت امیرالمومنین صلوات الله داشتید که خب هم منصوب الهیه از جانب خداوند به عنوان جانشین پیامبر که اصلا دیگه تو طبق اون آیه سوره مائده فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اونجا یه نکته‌ای هم داره، خطر آفرین بوده این اعلام. جواب میگه الان طبق این حرفایی که شما زدید این بحث ساختار به هم میریزه، به ذهن اومد که اونجا نمیدونم آیه قبلشه یا آیه الله یعصمک من الناس. آره والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم یعنی نگه می‌داره، نترس. آره اصلا تعبیر پیامبر اکرم در خطبه قدیره میگه من از خدا 3 بار خواستم اینو اعلام نکنم، بعد خدا حضرت میگه لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین. من میدونم منافق چقدر زیاده، این که میگیم سقیفه یه شب انجام نشده همینجا نشونشه. اونها از زمانی که پیامبر حکومت در مدینه شروع کرد امت نفاق ساختن. یعنی در حقیقت آقا جسارت ها، ولی به خاطر اینکه دوستانی هم که میبینن و میشنون دوباره ذهنشون متمرکز بشه، عاشورا یک شب اتفاق نیفتاده، برمیگرده به یک ساختاری. سقیفه هم یک روزه نبوده، دوباره برمیگرده به یک ساختار. بله ساختار 7000 ساله رو بشکنید تو 23 سال، این یک اصلا از معجزات پیامبره و میان سر این وای میستن. خب حاج آقا اگر اجازه بدین الان یه بحث هم برای خود منم یه اوجیه، عرضم به خدمتتون که اینجا این جلسه رو تموم بکنیم. بله با اجازه از شما برای جلسه بعد از همینجا که خیلی نقطه خوبیه انشالله شروع بکنیم. خیلی ممنون که ما رو تماشا میکنید، انشالله که گفتگوهای بعدی رو بتونیم با سرعت بارگذاری کنیم و شما هم ما رو همراهی کنید. یا علی.